روزی برای نادرشاه کپکی آوردند که یکی از پاهایش لنگ بود. فروشنده قیمت کپک را 300 سکه طلا تعیین کرده بود. موجب تعجب همگان گردید. نادر علت قیمت بالای کپک را پرسید و فروشنده چنین پاسخ داد: این کپک با سایر کپک ها تفاوت دارد. هنگامی که برای کپک ها دام پهن می کنیم، این کپک را نزدیک دام رها می کنیم تا با صدای خوشی که دارد سایر کپک ها را به سوی دام بکشد. تا به امروز توانستیم به کمک این کپک های زیادی را شکار کنیم. نادر دستور داد تا کپک را بخرند. هنگامی که کپک را به دست نادر دادند، ناگاه تیغی بر گردن کپک زد و سر از تنش جدا کرد. فروشنده که شاهد این ماجرا بود با شگفتی علت را پرسید. نادر در جواب گفت: هر کس دوستان خود را بفروشد باید سر از تنش جدا کرد.